من بابک حضری هستم، بازیگر پروژه صدف فکر میکنم. صدف. مرسی، خیلی ممنون. خانم مطلب زاده. من مرضیه مطلب زاده، منشی صحنه. تدارکات. مهسا کریمی، عکاس پشت صحنه. سلام، من افروز صادقی. روم نمیشه اسم خودم بذارم بازیگر کاراوای سوری. یعنی عالی بودن ها، یعنی عالی بود واقعا ایشون. واقعا من حسین سوری هم کارگردان پروژه صدف، زحمت های حضری، خانم شادکی هم از عوامل تشکر میکنم. همینطوری زنده دوربین رو میخوام بگیرم که پشت صحنه آقای دوربین فیلمبردار. من رسول رفیع‌زاده، تصویربردار این مجموعه. مگه چه اشکالی داره؟ واسه تو فاز فیلم هندی. فیلم هندی همین چیزاش خوبه دیگه. بیا ببینم. زودتون سری چی شد؟ باورت میشه؟ درست شد. واقعا پس با استفاده موافقت؟ نه خیر، بهم انتقالی دادن. باورت میشه؟ یعنی چی مگه میشه؟ قرار شد مهندس کیانی خواهرزاده‌شو بذاره جای من، با شعبه تهران هم صحبت کرد، موافقت کردن. خلاصه منتقل شدیم تهران. واقعا؟ خدا جون عاشقتم. حالا دیدی تمام اون کارهایی که براش میکردم بالاخره یه روزی جواب داد. اصلا وقتی یه چیزی بخواد جور بشه جور میشه. پس یعنی امروز میری اصفهان؟ نه دیگه، فردا اصفهان، دوشنبه صبحم تهران. با مامان و بابا صحبت کن، قرار شد پنجشنبه ساعت 10 صبح بریم محضر. یه عقد مختصر تا شب عروسی. اشیا میشه به جای پنجشنبه چهارشنبه بریم محضر؟ خب قربونه تو برم، ما به همه گفتیم پنجشنبه دیگه. حالا یه روز که طوری نمیشه. خب باشه، هر چی تو بگی. سلام، بفرمایید. بله، من نامزدشون هستم. شما؟ بیمارستان؟ آقا تو رو خدا ارشیا طوری شده؟ نه، من خودم الان میرسونم بیمارستان. الان میام.
باشم، توی گرما جنگ آفتاب بگو که دوستم داری، من میخوام عاشق گرمای تابستون باشم. هر کجا دلم بگیره من میخوام یاد تو باشم، خدا اون روز نیاره که یه روز از تو جداشم. چه خوبه با تو همیشه موندن و پیر شدن، به هوای روز آشتی گاهی دلگیر شدن. زیر بارون تو منو ببوس، میخوام عاشق بارون باشم. توی سرما بغلم کن، میخوام عاشق سرما